الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین. با عرض سلام و ادب خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه که در خدمت شما بزرگواران هستیم میپردازیم به شرح یکی از کتاب‌های معتبر و مقبول اهل سنت والجماعت در باب عقیده، کتابی که با توضیح و شرح آن خدمت شما خواهیم بود. یکی از قدیمی ترین متون اعتقادی اهل سنت والجماعت هست. این کتاب معروف است به کتاب عقیده طحاویه، العقیده الطحاویه، که امام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه طحاوی رحمت الله علیه این کتاب را تألیف کردند. همگی می‌دانیم که جایگاه اعتقاد در آموزه‌های دینی ما و در دین مبین اسلام بالاترین جایگاه است. عقیده یعنی اصول دین، یعنی مبنای دین، یعنی پایه و اساس دین. اگر اعتقاد ما اعتقاد سالمی باشد، مستند از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، اگر باورهای ما باورهای سالمی باشند، از خرافات و بدعتها و از گرایش‌های منفی و منحرف دور باشیم، آنگاه اعمال عبادی ما و عبادت‌های ما هم نزد خداوند متعال پذیرفته خواهد شد. اما اگر مبنا و اساس خراب باشد، اعتقاد ما صحیح و سالم نباشد، آنگاه عبادات ما هم هیچ ارزشی رو نزد خداوند متعال نخواهد داشت. به این خاطر هست که علمای اسلامی از صدر اسلام تا کنون اولین دعوتشون و اولین کاری که انجام میدادن در زمینه دعوت و در زمینه اصلاح مردم دست میگذاشتند روی اعتقادات. و اولین چیزی که پیامبران خداوند متعال هم به آن مبعوث شدند و پیام مشترک تمامی انبیاء خداوند متعال بود، همین عقیده بود و توحید خداوند متعال. خداوند متعال می‌فرماید: و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. رسالت تمامی پیامبران توحید بوده که
مهمترین و اساسی ترین و شریفترین بحث در باب اعتقاد هست. این کتاب که عرض کردم خدمت شما که ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه آن را تألیف کرده، یک متن بسیار کوتاه هست، تعداد صفحاتش از 10 صفحه متجاوز نیست، اما یک متن بسیار بلیغ هست و بسیار پرمحتوا هست و تمامی مسائل اعتقادی اهل سنت و الجماعت را با فشرده ترین الفاظ و گویاترین الفاظ در واقع بیان کرده که ما انشاءالله در این جلسات و در فرصت هایی که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود به شرح این کتاب خواهیم پرداخت. حضرت امام ابو جعفر طحاوی قبلا عرض کردم اسم ایشان احمد ابن محمد ابن سلامه هست. از سرزمین مصر بودند ایشان و از روستای طحا، به این خاطر ایشان معروف هستند به امام طحاوی. ایشان در سال 239 هجری به دنیا آمدند و متوفای سال 321 هستند، یعنی ایشان در قرن سوم و چهارم میزیستند. حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه در یک خانواده علمی و اهل دانش به دنیا آمدند. پدر ایشان محمد ابن سلامه یکی از بزرگان هستند و یکی از علمای معروف آن زمان بودند و همچنین مادر ایشان هم جزو یکی از اصحاب امام شافعی و صاحب نظران و فقهای مذهب امام شافعی رحمت الله علیه هستند. دایی امام طحاوی امام مزنی هست که در طبقات شوافع و در مذهب امام شافعی معروف هستند به افقه اصحاب شافعی، یعنی فقیه ترین فرد در میان اصحاب و شاگردان حضرت امام شافعی که در واقع امام طحاوی خواهرزاده ایشان بودند. پس بنابراین حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه از همان ابتدا در یک محیط علمی پرورش یافتند، در خانواده‌ای که اهل دانش بودند بزرگ شدند. به این خاطر هم ایشان توانستند بعد از تحصیلات خودشان، بعد از اینکه مراحل علمی را طی کردند، به این جایگاه بسیار بلند و عالی برسند. ایشان در واقع با این که یکی از علمای و ائمه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، ایشان امامی هستند در عقیده برای تمام اهل سنت و الجماعت. تمامی فرقه ها و مذاهب اهل سنت و الجماعت عقیده ایشان را پذیرفتند و این متن اعتقادی ایشان را به عنوان عقیده مجمع علیه و متفق اهل سنت و الجماعت قلمداد کردند. به این خاطر است که می‌بینیم علمای اهل سنت و الجماعت، محدثین، مفسرین و همچنین متکلمین اهل سنت و الجماعت همه بگونه‌ای به بیان جایگاه علمی امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه پرداختند. به طور مثال علامه ابن عساکر در تاریخ خودشون درباره این امام بزرگوار می‌فرماید کان ثقة ثبتا فقیها عاقلا لم یخلف مثله. امام طحاوی شخصیتی و انسانی مورد اعتماد و انسانی متمکن در علم، فقیه و دانشمند و عاقل بود که بعد از خودش عالمی را به اون مرحله و با اون منزلت پشت سرش نگذاشته بود. یعنی این که ایشان بارزترین عالم زمان خودشان بودند. و همچنین در نقلی که علامه ابن حجر رحمت الله علیه در کتاب اللسان خودشان از مسلمه ابن قاسم دارد، ایشان میگوید که و کان ثقة ثبتا جلیل القدر فقیه البدن عالما باختلاف العلماء بصیرا بالتصنیف. ایشان عالمی وارسته، عالمی متمکن در علم، جلیل القدر و فقیه بودند که به اختلاف فقها و به
نظریه و مذاهب فقها کاملا آشنا بودند، بصیرا به تصنیف، در تصنیف هم بسیار آگاه بودند و ید طولایی داشتند. علامه ابن ندیم در الفهرست میگوید و کان اوحد زمانه علما و زهدا. ابو جعفر طحاوی یگانه دوران و زمان خیش بود از لحاظ علم و از لحاظ تقوا. علامه ابن عبدالبر میگوید که کان من اعلم الناس بسیر الکوفیین و اخبارهم و فقههم، ایشان را یکی از عالمترین افراد و فقهای کوفی ها میداند. امام سمعانی که معروف هستند، کتابی دارند به نام الانساب، میفرماید که کان اماما ثقتا ثبتا فقیها عالما لم یخلف مثله. ابن جوزی هم میفرماید کان ثبتا فهما فقیها عاقلا و موارد دیگری رو هم ذکر میکند. غیر از این علمایی که خدمت شما عرض کردم، علامه ابن جوزی، ابن اسیر، علامه ذهبی، علامه ابن کثیر، سیوطی، امام کفوی و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت و الجماعت که هر یکی جز یک طبقه هستند، یکی مفسر هست، یکی محدث هست، یکی فقیه هست و یکی متکلم هست. تمام این بزرگواران جایگاه والای حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه را بیان کردند و این گویای این هست که تمام این بزرگواران امام ابو جعفر طحاوی را به عنوان امام در عقیده و امامی که عقیده ایشان را پذیرفتند، همه این بزرگوار را در واقع قبول دارند. امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه کتابهای زیادی داشتند که معروفترین کتابهای ایشان معروف هستند به نام شرح معانی الآثار که در فقه حدیث هست و شرح مشکل الآثار که کتاب بسیار جالب هست و بسیار ممتاز هست. این کتاب شرح مشکل الآثار در 5 جلد چاپ شده و همچنین مختصر طحاوی هست که در مورد فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست و همچنین این کتابی که ما در صدد شرح آن هستیم، شرح عقیده طحاویه که ما انشاءالله میخوایم شرحش بدیم که متنش معروف است به العقیده الطحاویه که یکی در واقع از شاهکارهای علمی و اعتقادی حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه هست که ما انشاءالله این جلسات را با این کتاب در خدمت شما خواهیم بود. و تصانیف دیگری دارند که مجموعاً تصانیف ایشان حتی از 30 عنوان بیشتر هست. انشاءالله بعد از یک میان برنامه کوتاه باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود و با ادامه مطالب. من ذا يداني فضله وعلاه هذا الذي أحيا الأنام هداه هذا الرسول المصطفى لي أسوة. از صهیب رضی الله عنه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند عجیب است امر انسان مؤمن، چرا که امور وی همه خیر می باشد و کسی جز مؤمن چنین نیست. اگر به او خوشی رسد شکر می گذارد و برای او خیر است و اگر به او سختی رسد صبر می کند و برای او خیر است. هو قدوتي.
سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. درباره شخصیت و جایگاه علمی حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه مطالبی رو خدمت شما عرض کردم. کتاب عقیده طحاویه که حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت الله علیه تألیف کرده یک کتابی هست مورد اعتماد تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت و یکی از متون معتبر عقیده اهل سنت و الجماعت هست. به این خاطر می‌بینیم که بسیاری از علما با گرایش های مختلفی در واقع کتاب عقیده طحاویه را شرح دادند که شروح این کتاب از 10 شرح معروف و مشهور بالاتر و بیشتر هست. اما معروف ترین شرح و مقبول ترین شرحی که کتاب عقیده طحاویه دارد معروف است به شرح ابوالعز حنفی رحمت الله علیه که حضرت امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه که یکی از علما و دانشمندان معروف و ممتاز و سرشناس مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است، این کتاب را شرح دادند و از آنجایی که در شرح خودشان یک روش بسیار علمی را دنبال کردند و در این کتاب در ابتدا آمدند مستند از قرآن و از حدیث و از گفتار اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده کردند. به این خاطر این کتاب معروف ایشان شرح عقیده طحاویه جایگاه بسیار ممتازی رو دارند در جهان اسلام و به همان گونه که خود عقیده طحاویه در میان تمام مذاهب اسلامی و مذاهب اهل سنت و الجماعت معتبر هست و همه آن را به عنوان عقیده خودشان می‌دانند، تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت شرح عقیده طحاوی را هم به عنوان شرح معتبر و شرح علمی این کتاب معروف و ارزشمند قبول دارند و همه از آن استفاده می کنند. امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه معروف هستند به صدرالدین ابوالحسن علی ابن علاءالدین علی ابن شمس الدین ابی عبدالله محمد ابن شرف الدین ابی البرکات و به معروف هستند به ابوالعز حنفی. ایشان صالحی بودند و در دمشق زندگی می کردند. ایشان در سال 731 در ماه ذی‌حجه به دنیا آمدند و خانواده ایشان یک خانواده بسیار معروف و مشهوری هست که به علم و فضل و دانش و به فتوا و قضاوت معروف و مشهور بودند. به طور مثال پدر ایشان قاضی علاءالدین علی ابن ابوالعز حنفی یکی از بزرگان مذهب احناف بوده و یکی از مراجع علمی زمان خودشان محسوب میشد که ایشان در سال 746 از دنیا رفتند. جد بزرگوار ابوالعز قاضی القضات شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن ابوالعز یکی از مشایخ و بزرگان احناف هست که در علوم و فنون متعددی ایشان واقعا مرجع مردم زمان خیش بودند و پدر بزرگشان یعنی پدر جدشان هم که محمد ابن ابوالعز هست صالح ابن ابوالعز ایشان در دمشق به وفات کردند، باز هم یکی از بزرگان احناف در زمان خودشان بوده. امام ابوالعز از آنجایی که در این خانواده علمی به دنیا آمده بود و از همان کودکی میدید که تمام افراد خانواده با علم و دانش سر و کار دارند، ایشان هم از همان کودکی سراغ علم را گرفت و در پی تحصیل علم رفت. ایشان بعد از این که مدارج علمی را طی کردند و تحصیلات خودشان را به پایان رساندند، ایشان توانستند که جایگاه تدریس و کرسی تدریس احناف را در دمشق به عهده بگیرند و به این مقام برسند و در مدارس متعددی که احناف در آن زمان داشتند حضرت امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه
در اون مدارس تدریس میکرد. به طور مثال مدرسه قیمازیه هست که حضرت امام ابوالعز حنفی در سال 748 در آن تدریس میکرد و بعد از آن مدرسه رکنیه دمشق بود که در سال 777 هجری در اون مدرسه تدریس کردند و بعد از آن مدرسه عزیه برانیه بود که در سال 784 امام ابوالعز در آن تدریس میکردند و ایشان خطیب بودند برای مردم، مرجع علمی مردم بودند در اون زمان و همچنین منصب فتوا را در اختیار داشتند و به مقام قضاوت رسیدند ایشان، بگونه ای که هم در دمشق و هم در مصر ایشان مدتی را در این منصب مشغول خدمت بودند. ایشان در آخر سال 776 هجری به نیابت از عموزاده‌اش نجم الدین که به مصر منتقل شده بود ایشان قضاوت دمشق را به عهده گرفتند و بعد از مدتی ایشان منتقل شدند به مصر و در مصر مدتی را قاضی بودند و تمام این مدارج علمی و این جایگاه علمی ایشان در واقع گویای این هست که از نظر احناف و همچنین بقیه مذاهب اسلامی حضرت امام ابوالعز حنفی یک شخصیت معتبر هست که تمامی اهل سنت و الجماعت آن را در واقع به عنوان یکی از ائمه اعتقادی خودشان در واقع پذیرفتند. و این کتابی رو که انشاءالله در خدمت شما شرح خواهیم کرد، این کتاب عرض کردم که تألیف حضرت امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه است. امام ابوالعز حنفی رحمت الله علیه در ابتدای این کتابشان در بخشی که کتاب شروع می شود بعد از حمد و ثنای خدا در واقع سند خودش را و منبع اعتقادی خودش را بیان می کند و می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله رب العالمین و بعد از این که در واقع حمد و ثنای خداوند متعال این عبارت را می آورد که هذا ذکر بیان عقیدت اهل السنة والجماعه. این کتاب اون چیزی که من در این کتاب نگاشتم و میخواهم برای شما بیان بکنم این در واقع بیان عقیده اهل سنت و الجماعت هست. یعنی ایشان دارند عقیده اهل سنت و الجماعت را در این کتاب بیان میفرمایند. هذا ذکر بیان عقیده اهل السنة والجماعه على مذهب فقهاء المله ابي حنیفة النعمان بن ثابت الكوفي وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري وابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعین. این کتاب عقیده اهل سنت و الجماعت هست بر مبنای مذهب فقهای ملت و فقهای اسلامی که بارزترین اونها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و امام ابو یوسف و امام حسن شیبانی رحمت الله علیه هستند که ما میدانیم حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که متوفای سال 150 هجری هستند یکی از مقدمترین و قدیمیترین ائمه اهل سنت و الجماعت هستند که در واقع از 4 مذهب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی ایشان از همه این ائمه از نظر زمانی جلوتر بودند و امام اهل سنت و الجماعت هستند و بنیانگذار مذهب حنفی هستند و امام ابو یوسف و امام حسن شیبانی رحمه الله ایشان هم جز ائمه مذهب احناف هستند و در واقع بقیه ائمه مذاهب مانند حضرت امام شافعی و امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهما در واقع به نوعی شاگرد این بزرگواران هستند. پس بنابراین وقتی که امام طحاوی رحمت الله علیه در اینجا می‌فرماید که این عقیده امام ابو حنیفه و عقیده ابو یوسف و امام محمد هست، در واقع بیانگر تمامی اعتقاد اهل سنت و الجماعت هست که تمام اهل سنت و الجماعت این اعتقاد را پذیرفتند. و در ادامه میگوید و ما یعتقدون من اصول الدین، این کتاب بیانگر
اعتقاد این ائمه و بزرگواران هست درباره اصول دین و پایه ها و بنیادهای دینی که بخش اصول هست که از نظر علمی تقسیم میکنند اصول دین، یعنی بخش عقاید، و فروع دین بخش احکام. اعتقاد ائمه اهل سنت و الجماعت در بخش عقاید هست و یدینون به رب العالمین، و اون چیزی که این بزرگواران به عنوان دین و اعتقادشون و به عنوان منبع اعتقادی و منبع عبادی خودشون آن را پذیرفتند. در واقع در اینجا حضرت امام طحاوی رحمت الله علیه یک معیاری رو قرار داده برای ما و یک اصولی رو در اینجا برای ما مطرح کرده و بیان کرده که آنچه من در این کتاب آورده ام این برگرفته از اعتقاد امام ابو حنیفه و امام ابو یوسف و امام محمد هست. و همچنین حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خود ایشان شخصا تألیفی دارن در این باب که معروف هست به نام الفقه الاکبر که یکی از نامه‌های عقیده هست و در اونجا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتقادات خودشون را کاملا بیان کردند. معیار ما برای شناخت عقیده حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این کتاب هست و همچنین کتاب شخص ایشان که تألیف کردند الفقه الاکبر. پس بنابراین هر کسی که اعتقادش مطابق با آن چیزی باشد که امام ابو جعفر طحاوی در این کتاب آورده یا شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در الفقه الاکبر آوردن، هر کسی که اعتقادش مطابق و موافق با این دو کتاب باشد اون واقعا حنفی هست در باب اعتقاد. زیرا که ما بسیاری از افرادی را داریم که در باب فقه و شریعت مخلد حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، خودشان را حنفی میدانند، اما در باب اعتقاد میبینیم که میگند نه ما اشعری هستیم یا ماتریدی هستیم یا چه بسا بعضی معتزلی باشند و حتی بسیاری از اونها به عقاید باطلی گرویدند مانند عقاید جهمیه و معطله و بقیه فرقه هایی که در تاریخ اسلام و در زمینه کلام وجود دارند. پس بنابراین معیار شناخت عقیده امام ابو حنیفه و حنفی واقعی این هست که اعتقاد ما باید مطابق با اعتقادی باشد که حضرت امام ابو حنیفه خودشان بیان کردند و امام ابو جعفر طحاوی در این کتاب به صراحت میگویند که این کتاب عقیده امام ابو حنیفه و بقیه ائمه مذهب امام ابو حنیفه هست. پس بنابراین من دعوت میکنم از تمامی پیروان حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که در فقه و شریعت پیرو حضرت امام هستند، در عقیده هم باید من و شما پیرو حضرت امام ابو حنیفه باشیم و آنچه را که ایشان به عنوان اعتقاد خودش و اعتقاد و باور راستین یک مسلمان بیان کرده برای ما انشاءالله که در این باب هم ما تابع و پیرو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باشیم. اما یک نقطه ای که در اینجا قابل ذکر هست و آن این هست که ما در ابتدای این کتاب عرض کردیم که حضرت امام ابو جعفر طحاوی در این کتاب این رو بیان کرده که این کتاب بر مبنای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. ما میدانیم که مذهب وقتی که ما میگیم برمیگردد به فروع فقهی و به مسائل اجتهادی که در آن قابل اجتهاد هست و مجال تقلید هست که انسان در اون زمینه تقلید بکند از یک امامی که و در باب عقیده کسی مجاز به تقلید نیست. یعنی این که هر مسلمان شخصا مکلف هست که اصول اعتقادی خودش را مستند از قرآن و حدیث و گفتار تابعین باید مستند و مستدل اون را بداند. به طور مثال اگر کسی به ما بگوید که آیا شما به خدا اعتقاد دارید، به فرشتگان خدا اعتقاد دارید، به کتاب‌های آسمانی، به پیامبران الهی، به روز قیامت و به تقدیر که اینها پایه‌های ایمان هست، آیا شما ایمان دارید؟ میگیم بله ما ایمان داریم. دلیلتان چیست؟ ما نمیگوییم که دلیل ما این هست چون که ما مقلد امام ابو حنیفه هستیم. خیر،
در باب فروع بله ما میگیم ما مقلد امام ابو حنیفه هستیم، اما در باب اصول ما میگیم بله ما این چیزها را اعتقاد داریم، باور ما هست. به چه دلیل؟ چون که در قرآن آمده، چون که احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرده، چون که ائمه بزرگوار ما یعنی صحابه و تابعین اینو تأیید کردند. یعنی این که اعتقاد ما باید مطابق با قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، بر مبنای فهم ائمه بزرگوار ما، بر مبنای فهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم میزیستند، بر مبنای فهم تابعین که خداوند متعال در قرآن اونها را تایید کرده که والذین اتبعوهم باحسان، آنهایی که کاملا و به صورت علمی و اصولی پیرو مهاجرین و انصار هستند. پس بنابراین این نقطه رو میخوام عرض بکنم که این عقیده تمامی اهل سنت و الجماعت هست. تنها عقیده امام ابو حنیفه یا امام ابو یوسف و امام محمد نیست و تمامی مذاهب این کتاب را به عنوان عقیده خودشان، عقیده معتبر و مستدل خودشان که مستدل از قرآن و حدیث هست بیان کردند و این کتاب در تمامی مدارس احناف هم تدریس می شود، در مدارس شوافع هم تدریس می شود، در مدارس و دانشگاه های حنبلی ها هم تدریس می شود. پس بنابراین این متن علمی یک معتقد و اعتقاد مشترک و مورد تأیید تمامی مذاهب اهل سنت و جماعت هست. به این خاطر است که ما میبینیم تمامی علما، مفسرین و محدثین و فقها و متکلمین تمامی مذاهب این کتاب را و مؤلف و نویسندهش را در واقع تایید کردند. من به طور مثال چند مورد را که از علما نقل قول شده در این مورد گفتارشون را برای شما نقل میکنم. علامه تاج الدین عبدالوهاب ابن علی که سبکی هست و معروف است به سبکی شافعی، در این زمینه میگوید که جمهور المذاهب الاربعه علی الحق یقررون عقیدة الامام ابی جعفر الطحاوی. میگوید تمام مذاهب اربعه به حق و حقیقت تأیید میکنند عقیده ای را که امام ابو جعفر طحاوی آن را نوشته، التي تلقاها العلماء سلفا و خلفا بالقبول. این کتابی و این عقیده‌ای که تمام علما سلفا و خلفا، یعنی علمای گذشته و نیاکان ما و متقدمین و همچنین کسانی که بعد از اونها اومدند و به عنوان علمای معاصر مطرح هستند و همهشان این کتاب را تلقی بالقبول کردند، یعنی این کتاب را به عنوان عقیده معتبر خودشان پذیرفتند. التي تلقاها العلماء سلفا و خلفا بالقبول. تمام این علما این کتاب را در واقع پذیرفتند. و همچنین ناصری حنفی میگوید که ان کتاب العقائد الذي رواه ابو جعفر الطحاوي عن ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد هو الذي اعتمد عليه اهل السنة والجماعة سلفهم و خلفهم. کتابی که ابو جعفر طحاوی رحمه الله از امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد نقل کرده، آن را بیان کرده، این عقیده تمامی اهل سنت و الجماعت هست، سلفهم و خلفهم، گذشتگانشان و افراد کنونیشان، هم متقدمین این را تایید کردند و هم متأخرین. و همچنین علامه ابوالمعین نصفی هم میگوید که ان ابا جعفر الطحاوی ممن احتوى على علوم سلف الامه على العموم. ابو جعفر طحاوی یکی از افرادی هست که تمام علوم سلف امت را، یعنی علما و دانشمندان گذشته را همه رو در یک جا جمع کرده. و علی علوم ابی حنیفه و اصحابه علی الخصوص، بویژه علوم و دانش‌های امام ابو حنیفه و اصحابش را یعنی احناف را در واقع جمع کرده. قال فی کتابه الذی افتتحه فی العقائد، ایشان در کتابی که در باب عقاید نوشتند کتابشون رو این گونه آغاز میکنند که صح عندي مذهب فقهاء المله ابي حنيفه النعمان بن ثابت و ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري و ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني و ما يعتقدون من اصول الدين و يدينون به رب العالمين.
که نقل میکنه که ایشان این کتاب عقیدهشون رو در واقع از امام ابو حنیفه و ابو یوسف و محمد گرفتن. همچنین ابن بدران حنبلی در این باره میگوید که وقد بنا ابو جعفر الطحاوی عقیدته على ما رواه عن ابي حنیفه نعمان بن ثابت. امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله کتابی که در باب عقیده نوشتند، مبنای این کتاب ایشان بر اون چیزی هست که از حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در واقع بیان کرده. و صرح بانه نقل عنهم ما یعتقدون فی اصول الدین. امام طحاوی در این کتاب و در مقدمش تصریح کرده که در این کتاب عقیده امام ابو حنیفه و ائمه احناف را بیان می کند و یدینون به رب العالمین، و اون چیزی که ایشان ائمه احناف و بزرگان احناف با اون عقیده خداوند متعال را میپرستند. و عقیدته هذه سلفیه محضه. و این عقیده امام ابو جعفر طحاوی عقیده سلف هست، عقیده سلفی هست که نیاکان ما بودند. یعنی تمام نیاکان اهل سنت و الجماعت قبل از این که گرایش های انحرافی در باب عقیده و در باب کلام به وجود بیاد و به دنیا بیاد، همه بزرگان ما عقیده اونها همین عقیده‌ای هست که حضرت امام ابو جعفر طحاوی در واقع در این کتاب خودشان بیان کرده. و همچنین علامه محمد ابن مانع رحمت الله علیه در حاشیه‌ای که بر این کتاب نگاشتن در این باره میگوید که اعلم ان ما ذکره المصنف فی هذه العقیده، میگوید بدان، آگاه باش، آن چیزی که مصنف و نویسنده در این کتابشون در واقع ذکر کردن، لیس مختصا به هؤلاء الائمه المذکورین فقط، این عقیده مخصوص این ائمه که در اینجا یاد شد نیست. یعنی این کتاب تنها عقیده احناف یا عقیده امام ابو حنیفه و صاحبین نیست. فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقیدتهم واحده. زیرا که بحمدالله عقیده تمامی اهل سنت و الجماعت، گذشتگانشان و متقدمین و متأخرینشان، اولین و آخرینشان، اعتقادشان در این زمینه یک اعتقاد واحد و یگانه هست و با هم دیگر در این زمینه هیچ گونه اختلافی رو ندارند. بنابراین چون که این کتاب یک جایگاه ویژه‌ای رو دارد در میان تمامی مذاهب اهل سنت و الجماعت، به این خاطر عقیده تمام اهل سنت و الجماعت هست. ما این کتاب را انتخاب کردیم. انشاءالله در جلسات آینده‌ای که در خدمت شما خواهم بود، این کتاب را، مطالب این کتاب را، متن این کتاب را خدمت شما عزیزان و بزرگواران قرائت خواهم کرد و مطالب آن را برای شما انشاءالله تشریح میکنم. زیرا که این عقیده در واقع یک عقیده همگانی و مورد اعتماد تمام اهل سنت و الجماعت است. به امید اون روزی که عقیده ما یک عقیده مستندی باشد، عقیده مستدلی باشد و مؤید به قرآن و حدیث باشد که در واقع هست، اما شاید ما در بسیاری از مسائل اعتقادی شخصا دلیل خودمان را از قرآن یا از حدیث و تأییدیه اونها را از گفتار ائمه بزرگوارمون، اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و تابعین و ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ندانیم. ما در این بحث‌هایی که خدمت شما عزیزان خواهیم داشت انشاءالله سعی می‌کنیم که هر عقیده‌ای که مطرح می‌شود دلایل قرآنی آن را، دلایل حدیثی آن را خدمت شما بیان بکنیم و همچنین برای این که دلگرم بشوند بینندگان عزیز، ما انشاءالله همچنین اقوال تابعین را، اقوال ائمه اربعه اهل سنت و الجماعت را و همچنین اقوال ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را در لابلای شرحمان انشاءالله بر این عقیده و بر این کتاب انشاءالله بیان خواهیم کرد. زیرا که این عقیده یک عقیده متفق علیه و مورد اعتماد تمامی اهل سنت و الجماعت هست. تا برنامه دیگر که خدمت شما عزیزان خواهم بود، تمامی شما را به خداوند متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد.